خب سلام و عرض ادب. یه چک صدا داشته باشیم. سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز. خب همکاران باید ببینیم که صدا رو دارن یا نه. اگر همکاران تایید کنن که صدا رو دارن از یوتیوب، ما میتونیم برنامه رو کم کم شروع کنیم. 2-3 دقیقه هم دیر کردیم. دوستان اگر تایید کنن که صدای ما رو دارن، ما میتونیم شروع کنیم. به نظرم میاد که صدا وصل باشه. وضعیت اینترنت اینقدر اینجا عجیبه اون که اصلا شروع نشده. از یوتیوب وارش اسپورت، یا البته دوستان میتونید کامنت هم بذارید اگر در حال دیدن این برنامه هستید. توی یوتیوب اگر کامنت هم بذارید ما به صورت زنده میتونیم کامنت های شما رو ببینیم. یه خودم مجبور شدم بیم چک کنم. بله صدام هست. صدا داریم. خب به به آرمان عزیز میفرمایید که افشین نازنین به درد ما نمیخوره. خب نظرتون محترم چی بگیم؟ چند دقیقه بمونیم که دوستان دیگه هم به ما ملحق بشن و حالا نمیدونم امروز چند نفر به شما توجه به این که حالا بازی خاص هم نیست، یه قرعه کشیه که اهمیت زیادی هم به صورت نداره. حالا فقط می‌خوایم گپیه خودت کالگاب. آره یه دوره همیه. حالا دوستان اگر برنامه لایو رو توی گروه تلگرامی و استوری اینستاگرام هم بذارن ممنون میشم. کم کم شروع میکنیم. دوستانی هم که هستن اگر هم به اشتراک بذارن که ما میتونیم کم کم برنامه رو شروع کنیم. لایو هم البته از ساعت 4 شروع میشه، یعنی قرعه کشی از ساعت 4 شروع میشه که اونم که پخش بشه به هر حال ما پوشش خواهیم داد. علیرضا از دفعه آخر که اینطوری لایو داشتیم ببین چقدر اتفاق. ناصر زحمتکش شد، ناصر رفت و برگشت، یه دور رفت یه دور برگشت مثل خیلی از بازیکنان. آره بعد جهانگیر عسکری اومد با یه نفر دیگه، اونم رفت، یه نفر سیامک فراهانی بعد برگشت. اصلا کلا چیه اوضاع چطور؟ اتفاقی که فقط افتاد اینه که ما زمانمون رو برای آماده سازی لیگ 1 از دست دادیم. خلاصش این شد. آره اگه مثلا اون مجموعه‌ای که با جهانگیر عسکری اومده بودن، اگه حالا آدمایی بودن که میتونستن تیمداری کنن، حالا کسای دیگه به جاشون تو اون تایم اومده بودن، اگه همون مدل تیم بستن رو ادامه میدادن میتونستن بگم این فصل میتونیم حالا یه شگفتی وجود داره، یه مقام خوبی بیاریم. ولی الان که این برهه نفرات جدید اومدن دوباره دارن آروم آروم بازیکن میگیرن، بعد منتظرن حالا به قول معروف فصل نقل و انتقالات تموم شه که جا مونده اونا رو بگیرن. دیگه باید شانس بیاریم که اتفاق بدی امسال نیفته. دوستان اگر یوتیوب رو چک کنن که آیا چند نفر اومدن ممنون میشم. حالا جدا از این قضیه، نه شما نمیخواد چک کنید، یکی از دوستانی که گوشیشون خالی اگر چک کنن ممنون میشم. ما یه مطلبی توی اینستاگرام وارش اسپورت کار کردیم در مورد بازیکن‌ها، چون دیدم خیلی سوال می‌کردن گویا مطلب رو کامل نخوندن. از بازیکن‌های جدیدی که حالا شناخته شده تر هم هستن بخوام نام ببرم، مجتبی بیژن اضافه شده در به عنوان دفاع میانیمون، آزاد جعفرزاده دفاع کناری، عباس کندل وینگر، مصطفی آقاجانی دفاع کنار، آرمین انبساطی هافبک، رضا مهدیپور مهاجم، میر رسول حسینی دروازه‌بان. و بازیکنایی هم که از حالا فصل قبل و لیگ 2 باقی موندن فعلا و جدی‌تر به نظر میان: محمد رستمی، سعید طالبی، اشکان توانا، سپهر سیمانپور که رفت و برگشت، اونم رفت، رضا زاهد تبار، حسین خیری، سجاد قلیبه‌ای، پژمان نجات و سیامک علیزاده که البته گفتن حالا چند تا بازیکن دیگه هم مثل این که میخوان بگیرن. یه صحبتی بکنم در مورد لیست. گفتی یه سری نمیخونن اینا. ببین ما همه این لینک‌ها و خبرها رو اینا رو توی گروه‌ها و جاهای مختلف می‌ذاریم، اینو باز کنیم بریم بخونیم. خبر رو گذاشتیم 2 تا پیام پایین‌تر، آقا تاریخ قرعه کشی که کدوم بازیکن اومده، لینکو باز کن برو بخون.
حالا چرا اذیت چرا طرف یکی دیگه باید بیاد پیام بذاره بعدن دیگه اونو بخونه دیگه طرف نمیره خبر رو باز کنه دیگه بازدید خبرم کم میشه این کارو نکنید بازدید به کنار حالا بازدید به کنار توی اینستاگرام هم هست دیگه اونجا میشونم بخونم باز کنیم بخونم با یکی واسهتون بنویسه. خب من یه دور تیم‌ها یا خودت بخون تیم‌هایی که امسال توی لیگ 1 هستن رو یک دور بخون. خب یک داماش گیلان. داماش گیلانش خیلی باحاله. سایت ورزش 3 دیدیم که داماش گیلان حالا نمیدونم در چه اساسی هم اول گذاشته. حروف الفبا زده واسه با آلمانگر باشه. ولی اول زده داماش گیلان دیگه. حالا دو خب آلمانگر سیجان تیم یکی تیم‌های دیگه تقریبا متمول مجموعه مس و اینجور گهر اینجور چیزا دور و بر استان کرمان اونا به حال اوضاعشون همیشه خوب بوده. باید دید امسالش میشه. استقلال مولداستانی هم که اون زمانی که ما لیگ 2 هم بودیم همون موقع معمولا تو گروه‌های دیگه بودیم ما هم گروه نبود. همیشه هم خب تیم نسبتا خوبی بود. الان از فصل پیش یا فصل قبل‌تر اومده لیگ 1 خوبم موندگار شده ولی خب احتمالاً جزء میانه نشین‌های جدول باشه. فارس جنوبی جام که از تیم‌های سابق لیگ برتر حالا به هر حال تیم خوبی باید باشه. چادر ملک کنه پارسال چیز شد دیگه تأسیس شد. من تو تیمایی که بخوام خوب مهره گرفته. ببین تیم‌ها حالا اسم و رسم خاصی ممکنه خیلی‌هاشون نداشته باشن ولی همشون تیم‌های خوبی هستن. آره اسم و رسم باشه. شمس آذر یه سال وجود داشت لیگ برتر دیگه. همیشه به اون تیمی که می‌بندی رسید. خلیج فارس مارشال هم مثل اینکه ما چند دقیقه پیش خبر شنیدیم میخواد امتیاز بذاره برای فروش. آره خبریه که تازه اومده. سرمربیش هم نیومده رفت. کلا احتمالاً یک از تیمایی که قرار جایگزین بشه. حالا فعلا توی قرعه کشی هم میگن خلیج فارس مارشال بدیم برش. دوستان این نکته رو هم بگم که اینکه ما داریم صحبت می‌کنیم دلیلش اینه که گفتن حالا ساعت 4 قرعه کشی شروع میشه. احتمالاً بزرگی خودتون ببخشید. آره حالا احتمالاً این اتفاق میفته ولی در حال هنوز 5 دقیقه مونده. خوش طلایی که دیگه از سابه منتقل شد به اردبیل. حالا ما از اون مجموعه اردبیلیش خبر نداریم چقدر میتونن رو تیم داری کنن اینا باید ببینیم به کجا میرسه. یه خوش طلایی که میدونیم باش داستان داشتیم علی رضا فصل 97 98 البته ما داستان داشتیم ظاهرا. حالا اون زمان آقای حاجیپور خیلی تعریف می‌کردن از مالکیت خوش طلایی. آدم بسیار درستی هستن. من دوست ندارم تو لایف فوش بدم. خب بوخ نمی‌کنه. آره ادامه بده. خیبر خرم‌آباد که خب جزو شانس‌های اصلی سود میتونه باشه واسم. یکی از تیم‌های خیلی خوبه لیگ 1 که حالا تو فصل‌های اخیر قدم‌های آخر کم آورده ولی خیلی باید حواسون باشه بهش. دریای واول هم فکر کنم پارسال سمیه تیمو گرفت و حالا موندگار شده فکر نکنم خیلی امسال بتون رتبه خوبی بیاد تیم حالا متوسط کنه. سایپا هم که دیگه مد نظر همه هست همه میشناسن. شهرداری آستارا یک بحال امسال باید اون دربی داشته باشیم دوباره. فقط دیگه اینو نگین الگیلانو. ما با چالش بازی داریم میگن الگیلانو، با فومن بازی داریم میگن الگیلانو. با یه الگیلانو اسم یه بازیه. داماش در مقابل ملوان الگیلانو. حتی یه تیم دیگه ازش مقابل ملوان و الگیلانو نیست. علی که قاطی نکنید دو تا رو. حالا الگیلانو جای خود یه بحث دیگه هم که وجود داره اینه که به همشون میگن دربی. در صورتی که دربی میشه شهرآورد. مثلا داماش و سپیدرود اگر با هم بازی کنن میشه دربی. حالا نه یه سری جا هست بعضی اوقات مثلا یه استانایی و این چیزا مثلا بین منچستر و لیورپول میگن دربی شمال غرب. اون گوشو نمیدونم یه آنتنش اگه چک کنید ممنون میشم. اینجا گاهن خطا میده و انگار ارسالمون ضعیف میشه. الان مثلا وضعیت بهتره. یه تیم هم‌استانی دیگه هم داریم تو گروه شهرداری آستارا. فصول گذشته با چنگ و دندون امتیازش رو حفظ کرده شهرداری آستارا. معمولا هفته‌های آخر امتیازش رو حفظ می‌کرد. باید این امسال به کجا میرسه ولی فکر نکنم باز بهتر از این بشه. فجر سپاسی هم که معمولا همیشه تو لیگ 1 تیم خطرناکه و ما سابقه زیادی داریم مقابل داستان‌های زیادی داریم. مثل سونگون هم که مثل ما پارسال از لیگ 2 اومد بالا تیم متمولیه و یه همه متمول ما داریم و همشون خوبن دقیقاً. اصلا مثل شهرواک کلا به مثلا میرسیم دیگه. مثل شهرواک به نسبت بقیه اون تیم‌های کرمانی شاید یه خورده تو سطح پایین‌تر باشه ولی باز بدک نیست. مثل کرمان هم جزو مدعیای اصلی صعود تازه از لیگ برتر سقوط کرده. نفت مسجد سلیمان هم همینطور. اونا هم باید حواسون باشه. نمیدونم برای اینکه سقوط کردن چقدر مهرهاشون رو حفظ کردن. نفت و گاز گشتاران هم که همگروه خودمون بود اومد از لیگ 2 بالا. حتی الان اسمش یه مناطق نفتخیزه.
من باید دیدن احتمالا فکر نکنم خیلی تو لیگ یک بتونه عملکرد خوبی داشته باشه. ون پارس هم که پارسال پای برهه نزدیک لیگ افتاد و خودش کشید بالا، احتمالا یه تیم متوسط باشه. بین اینا علیرضا به نظر داماش کجا جدول میاد؟ ببین اگر داماش یک ماه پیش بود، یعنی از همون موقع تمرینش رو شروع می‌کرد، من واقعا میتونستم امیدوار باشم که حداقل جزو 3-4 تا اول باشیم. ولی این چیزی که الان دارم میبینم، حالا با توجه به پتانسیل‌های سیامک و همه داستانا و بقیه کادر فنی، من فکر می‌کنم 7 و 8 حقیقتاً من دوست دارم خوشبین باشم، مثلا خوشبین باشم، آره شگفتی رو میآفرینیم، صعود می‌کنیم فلان اینا، ولی یه ذره داستانای عجیب تر از این هم تو لیگ بگم پارسال هم همین داستانو داشتیم دیگه. اولش اگر یادت باشه ما گفتیم که گروه بندی سختی داریم، وضعیتمون خوب نیست، ولی صعود کردیم. تا یاد باشه ما تا یه ماه قبل اینکه مسابقات شروع بشه هنوز توی پلی آف لیگ 3 بودیم. آره بعد یهو داداشزاده اومد، داداشزاده رفت، مالک جدید اومد، تیم بسته شد، اصلا یه داستانی بود. ولی خب به هر حال اومدیم بالا. خب لیگ 2 فرق داره با لیگ 1. اونجا حال تیمای اونقدر قدری نبودن، ما هم گروهمون نسبتا خوب بود. حالا شانس هم آوردیم یه جایی، یه رأی کمیته استینافی انضباطی چیزی نام بود، به هر حال خودمون کشیدیم بالا. ولی خب لیگ 1 یه سطح پایین‌تر از لیگ برتر، تیمایی هم داریم که مثلا همین فصل پیش لیگ برتر بودن، حالا هزینه‌ای کردن، نمیتونیم الان بگیم ما شانس اصلی است. اگه به همون روال مهره گرفتن ادامه بدم میتونستم بگم که تیم خطرناکی هستیم، شاید بتونیم بیایم بالا، شاید یه شگفتی خلق کنیم، ولی الان در حال فوتبال دیگه. آره دسته پایین‌تر ببین رو کاغذ نمیتونیم بگیم تیم صعود کننده خیلی خفنی هست. اصلا این انتظار رو نباید داشته باشیم، ولی همه چی به عملکرد تیم، عملکرد کادر فنی بستگی داره، مخصوصا توی بازی‌های خونگی. اگر همین روال چند سال اخیرمون ادامه بدیم، اصلا از سال 99 نه 1400 به این ور ما تو رشت نباختیم. دقیقاً اگه 2 سال فکر می‌کنم آخرین بار هم خوش طلایی بود دوران. مشکل اینه که بازی‌های خارج از خونه نمیبریم. آره اونم یه مشکل. آخرای فصل پیش کمی اوضاع رو بهتر کردیم، ولی خب میگم سطح لیگ فرق داره. دقیقاً من همین رو می‌خواستم اشاره کنم. حالا نمیدونم لایو شروع شده یا نه، همکاران اگر یک بررسی بکنن که لایو شروع شده یا نه، به محض اینکه شروع بشه حتما ما براتون استریم خواهیم کرد. این نکته رو می‌خواستم بگم. خیلیا مثلا میگن که ما پارسال فلان بودیم یا پیرار سال فلان بودیم، امسال چرا نیستیم، فلان بازیکن رو چرا داشتیم، امسال چرا نداریم. حالا نمیدونم نظرت در مورد این قضیه چیه. من خودم زیاد این حرفا رو دوست ندارم. مثلا میگن چرا فلان مربی و مثلا خوب کار کرد الان چرا نیست، فلان بازیکن خوب بود الان چرا نیست، در صورتی که سطح لیگا واقعا فرق داره. ببین این دلایل مختلف داره. حالا یه سری‌ها که کلا سر بحث علاقه شخصی و رفیق بازیشونه، مثلا فلان بازیکن چرا نیست، نمیدونم فلانی فلان مدافع چرا رفت، اون مالدینی چرا رفت، نمیدونم یه سری چیزا بحث شخصی. حالا اون چیزی که افرادی که حالا به هر حال بیشتر کنار تیم بودن اینا میبینن براشون شاید قابل درک‌تر باشه. من الان خودم به نحوه یارگیری تیم سیاه فرانی خورده برام جالب نیست. نمیگم نفراتی که گرفته بده، باید تو جذب مورد به خصوص وقتی الان نزدیک فصل یه خورده قوی‌تر عمل کنه، نه باید منتظر واسه تا حالا یه بازیکن آزاد بشه اون چیزا. حالا کی میخواد بازیکن بیاد با تیم هماهنگ بشه، بعد تا هماهنگ بشه ما ممکنه 3-4 هفته امتیازها رو از دست بدیم. حالا یه امیدواری هم که با تیم صحبت می‌کردم داشتن این بود که مثلا این قرعه کشی به شکلی بشه که حالا تیم‌های یه خورده ساده‌تر نزدیک‌تر بخوایم هفته اول باشون بازی کنیم، ولی خب مثلا نه دیگه صحبت‌های الکی بزنم. ببین ما در صورت با همه بازی کنیم چه فرقی داره. من از خودم ترجیح میدم اولین هفته برای اینکه شروع خوبی داشته باشیم 100% مثلا تو رشت بازی کنیم هفته اول. اون جو رشت طوری نیست که هر تیم بتونه برنده بشه، مخصوصا که حالا اومدیم لیگ 1 احتمالاً برای بازی اول کلی تبلیغات میشه، هوادارا میان و اینا، طبیعتاً شلوغ میشه تقریبا. بعد این به نفع ماست. جایگاه تیفوسیا و حالا جایگاهی که اسمش نمیدونم چی بود، ابر طوفانی بودن، حالا خوب تشویق میکنن. برای بازی اول خوبه، برای اعتماد به نفس دادن به تیم خوبه. واسه من ترجیح میدم با هفته اول مثلا تو رشت باشیم، حالا حریفش مهم نیست. من یک توضیح بدم. مراسم قرعه کشی به محض اینکه شروع بشن ما حتما براتون پخش خواهیم کرد. هنوز شروع نشده یا تصویرش حداقل به دست ما نرسیده.
اگرم تصویرش بنا به هر دلیلی نرسه ما خبرش رو حتما همینجا براتون میگیم که به صورت لحظه‌ای چه اتفاقی داره میفته. بعد از اینکه این لایو تموم بشه تصویر بازی هامون هم حتما توی اینستاگرام کار میکنیم. شما خودتون حتما میدونید ولی من حالا یک دور دیگه تاکید میکنم، لیگ 1 امسال 18 تیم داره. ما در نیم فصل اول باید با 17 تا تیم طبیعتا بازی کنیم، یعنی میشه 17 هفته نیم فصل اول و 17 هفته نیم فصل دوم. جان در کل 34 در کل بله دیگه 34 هفته. دو تا تیم سقوط میکنن دیگه درسته؟ نه سه تا آره چون آره یه دونه پلی آفی میاد. آره من بازیکن‌هایی که در حال حاضر توی تمرین بودن رو یک دور دیگه میخونم. نمیخوام تو بخونم یه دور خوندم ولی بار تو بخون. آره بازیکنایی که مجتبی بیژن دفاع میانی، آزاد جعفرزاده دفاع کنار، عباس کندل وینگر. خدا وکیلی ولی نمیخوام برداشت داشت، من نمیدونم عباس کندل هنوز فوتبال بازی میکنه دمش گرم. البته یه سری اسامی دیگه هم اومدن که حالا فعلا نشه، اونا باز خیلی عجیب غریب‌تر بودن. فعلا در موردشون حرف نزنیم بعداً بعد ولی دمش گرم نمیدونم هنوز بازی میکنه. لایو شروع شده همینه که الان داره پخش میشه، یعنی تو اینکه داره لیگ برتر. نه این به نظر نمیاد که باشه هنوز. خب یعنی یه تصاویری دارن به صورت نمایشی پخش میکنن، هنوز قرعه کشی شروع نشده. بعد مصطفی آقاجانی دفاع کنار. مصطفی آقاجانی حالا تو بالاتر فکر کنم مصطفی آقاجانی نسبت به گذشته حالا ان شاء الله فوتبالش بهتر شده باشه و اون موقع هم در حال پیشرفت فکر کنم زبان رفت لیگ برتر بازی کرد. ببین اسامی که مطرح شدن، حالا به غیر از این کسایی که هستن، اسامی که مطرح شدن اسامی جونداری هستن، ولی من با یکی از بچهای کادر فنی هم صحبت می‌کردم، این نگرانی داشت که تیم ما یه وقت تیم مسنی نشه. اون که هست. خب ببین الان لیگ یک خب هر چقدر تیم با تجربه تر باشه آره نظرت همین هم بود. ولی دیگه نه مثلا طرف بازیکن 35 ساله بیاریم وسط، نه 30 ساله که تا حالا اصلا اینور نبوده حداقل بیاریم اصلا تا اینجا با جب آشنا بشه. اونا کارایی بیشتر مهمه. حالا بقیه بازیکنام آره بعد دیگه آقای آلمین امبساسی هافبک فکر کنم رشتی هم هست، حالا رشت سنگر تو ملوان بازی می‌کنه. بعد رضا مهدی‌پور من آشنایی ندارم باش، مهاجمه و میررسول حسینی هم که گلر ملوان بود. و از فصل پیش هم که محمد رستمی، سعید طالبی، اشکان توانا، سپر سیمانپور که رفت و برگشت. بعد رضا زاهد تبار، حسین خیری، سجاد قلی بیگی، پژمان نجات و آقای سیامک علیزاده. فعلا اینا چند تا جا خالی 5 تا نه فکر می‌کنم. حالا گفتن که یک سری بازیکن‌ها از لیگ برتر سقوط می‌کنن، این حرفا مثلا ما رو می‌خوایم جذب کنیم. منتظر وایسادین. ولی خب این نفرات برای لیگ 2 قطعاً تیم میشد برای راحت برای. ولی نظرت در مورد سیامک فراهانی و کادر فنی چیه؟ سیامک فراهانی خب ببین سیامک فراهانی قطعاً گذشته خوبی داشته توی داماش و حالا اون فصلی که ما رفتیم فینال جام حذفی کرد، جام شگفتی نمیشه زیاد نمی‌ذاره. فصل خوبی بود، حالا به هر دلیلی بگین داوری، خب داوری 100% تقصیر داشت. ما نتونستیم بیایم. در واقع رفتیم پلی آف دیگه. ببین رفتیم پلی آف. آره. تیم مقتدری نبودیم. ولی تو لیگ 1 من نمیشه گفت تقصیر سیامک بود. اون فصل کلا حاشیه بود. من که تهران بودم موقع زیاد نمی‌تونستم بازی‌ها رو دنبال کنم. می‌دونستم تیم پر حاشیه است و نتونست اونطور که باید خودش رو تو لیگ 1 حداقل نشون بده. بعد اینکه از داماشم رفت تو تجربه‌های دیگه‌ش هم اونقدر موفقیت نداشت. حالا بعد اینکه داماش یه مدت باطل شد دوباره خواستن از یه گروه لیگ 3 شروع کنن، دمشق مرام گذاشت اومد تیمو تمرین داد، بعد حالا به هر شکلی اونجوری کنارش گذاشتن بعد بکنن دلگیر شد رو سر این چیزا. و افشین چاوشی و محمد مختاری چطور؟ خب اونا هر کدوم وزنه‌ای هستن برای خودشون، حالا توی دوران بازیشون تجربیات زیادی داشتن. حالا چاوشی فکر کنم موقع از مربی خوبمون بود، موقع که جزء کمک‌های سیامک کار می‌کنه. آره بعد حضورش روی نیمکت به نظرم موثره. بعد محمد مختاری حالا اول کارشه به نظرم به عنوان دستیاری، حالا وقت داره، حالا تجربه بیشتر کسب کنه، ولی باز به نظر مثلا یه دستیار با تجربه هم واسه تمرین دهنده اونجا بود، بد نبود. حالا باز دیگه انتخاب سیامک. حالا من بخوام نظر شخصی خودم رو بگم، به نظرم سیامک و این کادر فنی که داره از نظر
روحیه دادن، از نظر تیم جمع کردن، از نظر ارتباط با هوادارا، از نظر ارتباط با بازیکنایی که جذب کردن، از همه این نظرها خوبن. از نظر خب اخلاقی هم که به هر حال حرفی گفتن ندارن، یعنی در واقع بی‌نقصن، ولی صدا هست البته. نمیدونم چون اینجا من دارم میگیرم، حالا دوستان باز میتونن اگه چک کنن یوتیوب ممنون میشم. صدا هست، بیننده هم دارن میبینن، فکر نمی‌کنم مشکلی با صدا باشه. اینو داشتم میگفتم، از همه این نظرها این بچه‌ها خوبن، سیامک و محمد مختاری و افشین و چاوشی، ولی تو لیگ خب تجربه‌ای ندارن. لیگ یک یه سطح دیگه است داستان، و اینکه انتظار داشته باشیم حالا همین کادر فنی بتونه منجر به صعود تیم بشه یه ذره سخته. ولی پتانسیلش رو به نظرم داره کماکان. یعنی من با بچه‌های تیم صحبت می‌کردم، بازیکنان تقریبا همه‌شون معتقد بودن که سیامک مربی با دانشیه، این پتانسیل رو داره، این ممکنه که واقعا بتونه شگفتی آفرینی کنه. بعد خب ببین یه سری بازیکن‌ها رو حالا معمولاً کنه سیامک عادت داره یه سری رو مثلا جذب می‌کنه، چون حالا شاید علاقه شخصی بهشون داره، شاید نظر شخصی روشون داره، ولی نظر من اینه که باید ببینیم چی به نفع تیم، مخصوصا تو این سطح. شاید حالا یه بازیکنی باشه برای یه سطح پایین‌تر موثر واقع بشه، برای لیگ یک باید دنبال نفرات کارآمد بود، نه اینکه لزوما با اون بازیکن یا اون افراد حالا رابطه خوبی داشته باشی بخوای مثلا تیم بیاری. البته 100% که خودش این چیزا رو بهتره، ما داریم نظر خودمون میگیم، بعد 100% کاری میکنه که به نفع تیمه. حالا همینجوری که داریم صحبت میکنیم من این تصویر رو هم نشون بدم ببینید، هنوز تصویری از تهران نرسید و صحنه‌های فوتبالی در حال پخشه. طبق معمول همه چیزایی که تو کشور اتفاق تأخیر داره. اونجا تا سرود ملی بخونن، تا مراسم ابتدایی رو انجام بدن، سخنرانی کنن، تا به قرعه کشی برسه فکر نمی‌کنم تا یه سریاشون مثل من انجام بشه، تا یه سریاشون مثل من تأخیر داشته باشه. جا داره تشکر کنیم از این 20 نفری که در حال همین الان آنلاین هستن. کسی سوالی نداشته؟ نه کسی سوالی نداشته، فقط یکی از دوستان نوشته که افشین ناظمی به درد ما نمیخوره. نظرش نمی‌تونیم نظر بگیم. سایر دوستان اگر نظری کلا در هر موردی دارن میتونن توی قسمت چت نظراتشون رو بنویسن. برای اینکه بتونید تو قسمت چت کامنت بذارید لازمه که کانال رو در ابتدا سابسکرایب کرده باشید. سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید، باعث میشه که به محض اینکه ما هر سری لایو میذاریم یا ویدیوی آپلود میکنیم در اولین زمان ممکن بتونید ازش مطلع بشید. ببین در مورد اینکه حالا کی به درد میخوره یا نه باید سوابقش رو ببینیم حالا مثلا تو سالیان اخیر چیکارا کرده که به چه نتیجه منجر شده، بعد دیگه اونجا نیاز نیست نظر کسی بده. بکنم دیگه کامل گفتم. دقیقاً همینطوره. کماکان بازی‌ها قرعه کشی در حال پخش نیست. شبکه ورزش قول داده بود که این قرعه کشی رو پخش کنه، کماکان در حال پخش نیست. آنتن هم هنوز پخش نمیکنه. نمیدونم چه تلسم شده، ما هر سری که میخوایم فولاد نوین بنده خدا این رحمان قاسم با موبایل داشت اونم گرفتن ازش بردن. حالا پخش خودمونم یه لحظه قطع شده انگار. خب دوره برمیگرده. این هر وقت قرمز میشه پایین بدون که یه خورده الان کیفیت خوبه. هر سری قرمز میشه بدون که به صورت لحظه‌ای چیز میره. مثل یه تصاویری داره میاد حالا شبکه ورزش. آره. هفته اول با کی بازی می‌کنیم علیرضا؟ خیلی سخته، نمیدونم. هیچ ایده‌ای ندارم، ولی بر اساس اصل لانه کبوتری بخوام بگم احتمالاً با یکی از این نسا دیگه. من مسی کرمانی چیزی. من میگم هفته اول با شهر یاسکار بود. بشه خیلی خوبه. میشه آهنالات هم دارم میخرن. اینجا ویو عالی خدا وکیلی، گندم ریختن فرمدا. یکاش میشد شهرخوند و مخاطبمون ببینن. چی بگیم دیگه، در مورد چی صحبت کنیم دیگه؟ چه خبر؟ تیمار رو دیگه میخونی؟ یه دور خوندم، میخوای این دفعه خودت بخونی.
نظرتون؟ خیلی سخته اسمشون. اینکه آرمان یه چیز جالبم بگم، سایت ورزشسته که این جدول لیگ 1 یا لیگ آزادگان رو که اومده درست کرده، تیم داماش گیلان رو گذاشته اول. حالا نمیدونم چرا، یعنی بر اساس حروف الفبا حساب کنیم باید دوم سوم میشد. ولی ایران بعد از منچستر داماش بعد منچستر لیگ 1 امسال 18 تا تیم داره. داماش گیلان، آرمان گوهر، گهره یا گوهر آرمان گهر، استقلال مولاسانی، پارس جنوبی جم، چی اردکان، چادر ملو، خلیج فارس ماشر، خوش طلایی ساوه بوده که الان شده خوش طلایی اردبیل که ممکنه شهرداری اردبیل بشه. البته خیبر خرم‌آباد، با این خیبر خرم‌آباد هم به نوعی دربی داریم. لعنت الله علیه، امتیازمون به خاطر اینا باعثش. دریای بابل هم میشه رفت. آره اینم سایپا جذابه. حالا درسته یک زمانی گربه سیامون بود، الان دیگه نیست. الان شلخت سیام نیست. آره. شهرداری آستارا، فجر سپاسی، مثل سنگون، مثل شهر بابک، مثل کرمان هم تو مثل داریم دیگه. بعد نفت چند تایی داریم، نفت مسجد سلیمان، نفت و گاز گشتاران، ومپارس اصفهان. بین یه مش نفت و مس یکی از این میخوایم بیاریم بالا. آره در مورد ضعف جذب بازیکن ضعیف عمل کردیم. کامنت گذاشتن دوستان 100% سعید طالبی مونده یا رفته. سعید طالبی توی تمرین بود، عکسش هم که منتشر کردیم. حسینی اینه که چی داشتم میگفتم، یادداشت دادن. سعید طالبی رو دوستان پرسیدن. سعید طالبی تو تمرین بود، عکسش از تمرین رو هم استوری لایک کرد. ولی سر تمرین گفت نه من هنوز قرارداد نداشتم فلان. آره ولی آره سعید طالبی احتمالاً هست در حال. سعید طالبی بازی داره. میگن که حسین پرویزی مالک باشگاه خوش ساوه هم در محل قرعه‌کشی هست در حال حاضر. آره تحت همین اسم خوش طلایی ساوه، یعنی هنوز ظاهراً این انتقال به اردبیل گویا قابل نشده. خب یه تصاویر اومد، من دیگه چیز کنم کم کم سویچ کنیم بریم به الان یه قسمتش واقعا من غم میگیره. تو منم آقا قرعه‌کشی میگن داماشیان رش کی میخوان این قضیه رو درست کنن خودم. حالا اون مالکی که مثلا قرار بود بیاد که گفتش که من این قضیه رو حل میکنم، امیدوارم که مالکینی هم که الان هم هستن هم حالا بنده خدا پول بود این قضیه رو یه جوری بتونن حلش کنن. خب تصویر قطع شد گویا. تصویر یه لحظه اومد قطع شد. فکر کنم بخش آزمایشی داشتن. حالا هست. خب اومد. کیفیت هم امیدوارم که بالا برده بشه در حدی که قابل پخش باشه. فول اچ دی کمتر بیشتر هر چی که شد. خب داستان صدام داریم، امیدوارم همکاران هستن. ما میگیم از دهه 80 که دیگه شد صدا رو خود زیاد کنن که ما هم بشنویم. من صدا رو دیگه قطع می‌کنم که شما بتونید صدای مراسم در حال برگزاری رو بشنوید. هست که داره برگزار میشه. ما در خدمت شما هستیم از طریق شبکه ورزش و خب دوستان هم در کنار ما خواهند بود. میخوام در همین ابتدا دعوت کنم از ریاست محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران جناب آقای تاج، ضمن اینکه فراموش نکنید من یک تسلیت هم در همین ابتدا عرض کنم به همه مردم خوب کشورمون و به خصوص مردم فارس به خاطر حالا ترور واقعا جنایتکارانه حالا گروه خبیث داعش که ما دیروز متاسفانه یک نفر از هموطنانمون رو از دست دادیم، به شهادت رسیدن و 7 مجروح داشتیم. امیدواریم که دیگه شاهد هیچ گونه و چنین اتفاقاتی در کشورمون نباشیم و تا باشه آرامش و امنیت در کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران. میخوام دعوت کنم از جناب آقای تاج با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، مربیان و مدیران محترم
لیگ یک کشور و همچنین تسلیت عرض میکنم به بازماندگان حادثه تروریستی شاه چراغ که همه رو نگران کرده و امیدوارم که انشالله دیگه شاهد این اتفاقات اینجوری نباشیم و به هر جهت این نوع ترورهای کور انشالله در کشور خاتمه پیدا کنه. به هر جهت موضوعی که راجع به لیگ یک هست، من فقط 2 موضوع رو بهش اشاره میکنم و بعدم انشالله بحث قرعه کشی رو. موضوع اول موضوع مجوز حرفه‌ای است که مجوز حرفه‌ای امروز در هیئت رئیسه FC همین امروز که آنلاین بود ساعت 12 تا مثلا 1 و 2 و نیم، اصلا FC دنبال اینه که یه لیگ حرفه‌ای ایجاد کنه که احتمالاً به زودی امروز تصویب بشه تا بیاد اجرایی بشه. یه مقدار ممکنه طول بکشه و یه لیگ حرفه‌ای این اروپا داره، حالا به یه تغییراتی انجام میشه و این مجوز حرفه‌ای برای لیگ برتر و لیگ یک ما قطعی است و ضروری. علاوه بر اون لیگ مجوز ملی هم در کنار این هست که اگر کسی حالا به هر دلیلی نتونست مجوز حرفه‌ای رو دریافت کنه باید حتما مجوز ملی رو دیگه داشته باشه. حالا شرایط مجوز حرفه‌ای و مجوز ملی هم همه شما دیگه در جریان هستید. یه چیز نزدیک به 35 مورده که باید رعایت بشه حالا تو مجوز حرفه‌ای و مجوز ملی هم حالا با یه شرایطی یخته کمتر و در واقع نازلتر هم تخفیف داده شده بعضی از چیزهایی که تو لیگ مجوز حرفه‌ای هست. من واقعا امیدوارم که انشالله الان در حال حاضر ما لیگ فوتبالمون کلش یه چیز نزدیک 6 تا مجوز حرفه‌ای صادر کردیم برای تیم‌های بزرگسال و 2 تا برای بانوان که به نظر من همین خوبه. یعنی این یه آغازیه که باید اتفاق بیفته. یعنی فدراسیون فوتبال گرچه راه بسیار سخت و دشواریه ولی راهیه که باید یه روزی شروع می‌کرد برای رفتن این راه و اون هم همین بحث مجوز حرفه‌ای است. یعنی ما تعیین سقف بودجه، اعلام سقف بودجه، شفافیت بودجه، شفافیت مالی، اینها چیزاییه که به هر جهت ما باید دیر یا زود انجام بدیم. ولی فدراسیون و هیئت رئیسه و مجموعه سازمان لیگ فوتبال به این نتیجه رسیدن که این کار رو جدی بگیرن و شروع کردن از امسال. من امروز دیدم یه باشگاهی رو اعلام کرده بودن پارسال 555 میلیارد هزینه کرد. یکی از رسانه ها زده بود، حالا من خیلی دقیقش هم نمیدونم ولی یکی از رسانه ها اینو زده بود، امسال گفته مثلا 325 میلیارد یا مثلا. در حال شنیدن صحبت‌های آقای تاج هستیم در مورد قوانین و شرایط لیگ یک امسال. ایشون دارن صحبت میکنن بدهکاری باشگاهامون کمتر بیفتن و این ترازشون آهسته آهسته مثبت بشه که یکی از اصلی ترین مؤلفه های صدور مجوز حرفه‌ای است. یکی از اصلی ترین مؤلفه های صدور مجوز حرفه‌ای اینه که شما ترازت مثبت باشه، یعنی همینجور چک ندی بعدم بگی خب حالا ما که میریم هر چی میاد پاس میکنم، یا نفر بعدی هم بیاد بگید آقا با عقد بدهی، اونم بگید با عقد بدهی. الان خوشبختانه این اتفاقا کمتر و کمتر شده و بهتر از اینم خواهد شد. همین سختگیری که امروز شما تو لیگ برتر میبینید احتمالاً در سالهای آینده تو لیگ یک جاری و ساری خواهد شد. هرچند همین امسال هم لیگ یک سقف یه مقداری داره، یه شرایطی ایجاد میشه. امیدواریم یه روزی بشه که اینقدر شماها درآمد داشته باشید، چون تو دنیا راه حل منطقی باشگاهداری اینه تو دنیا
راه حل منطقیش اینه که شما اگر درآمدتون خیلی زیاد بود برید بازیکنای خیلی گرون بخرید. اگر درآمدتون کم شد بازیکنای گرون قیمتتون رو بفروشید. یعنی این داده ها و ستاده ها بستگی به بودجه شما داره، به توانمندی مالی داره. ولی ما تو کشورمون چون درآمد پایدار الان در حال حاضر برای فوتبال کم هست، میبایست ما این بحث‌های انقباضی رو عمل بکنیم تا یه حدی که بتونیم کنترل کنیم هزینه ها و درآمد ها و به گونه‌ای باشه که ما بتونیم لیگمون پرصلابت پیش بره. امیدوارم انشاءالله یه روزی عرض کردم درآمدها اینقدر زیاد باشه که شماها بتونید تا میتونید بازیکن بگیرید و اینقدر هم چون درآمد دیگه دارید و این دستم تو جیب دولت نیست، تو جیب هزینه ها و درآمدهای ناشی از فوتباله، درآمد حقوق شناخته شده فوتبال. اینقدر شما ازش پول در بیارید که بتونید هر مقداری بخرید هزینه کنید. ولی تا اون وقت باید یه مقداری هزینه ها کاهش پیدا کنه به گونه‌ای که به درآمدها نزدیک باشه و هر سال مشاهده بدهی و بدهکاری و بدهکارانی که زیادن و طلبکارانیش همش در کمیته تعیین وضعیت و انضباطی اینا دارن میرن میان و در حال مطالبه پولشون هستن. انشالله امیدواریم این کاهش پیدا کنه. خیلی خوشحالم و امیدوارم که انشالله امسال یه لیگ بسیار خوب پرصلابت و پربازدهی ما داشته باشیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. بسیار سپاسگزارم از جناب آقای تاج ریاست محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران. ولی خب جناب تاج عزیز، بنده به عنوان مجری برنامه فوتبال 1 در شبکه ورزش، حالا بالاخره باید ما نماینده مردم در رسانه ملی هستیم و نماینده ورزشکاران عزیز به خصوص فوتبالیستا. حالا با این کاهش سنی که داشتن خیلی از بازیکن‌های بزرگسال ما بیرون موندن، شاید بهتون بگم بیش از 200-300 تا چه در لیگ برتر رو بخوایم در مجموع دارم عرض می‌کنم و لیگ 1 خانه نشین شدن. حالا انشالله اگر راهی داره، تدبیری داره قبل از اینکه حالا لیگ آزادگان هم شروع بشه یک چاره‌ای بیاندیشن دوستان برای اینکه این بازیکن‌ها چون منبع درآمدشون از همین فوتبال هست این اتفاق حالا یه ترتیب اثر بدن دوستان شما و خود شما یه جلسه‌ای بذارین این مشکل هر چه سریعتر برطرف بشه. امکانش هست؟ انشالله. ما هم امیدواریم شاید اتفاقات خوب باشیم. بالاخره ما نماینده این عزیزان هستیم در رسانه ملی. آقای شفیعی عزیز تشریف بیارین، مسئول برگزاری مسابقات لیگ 1 توضیحات کامل رو بفرمایید که به چه صورت خواهد بود و قرعه هایی که ما داریم می‌بینیم و گویی هایی که در وجود داره. بفرمایید. به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شما بزرگواران. خب صحبت‌های آقای شفیعی رو در حال شنیدنش هستیم که ایشون مسئول برگزاری بازی‌های لیگ 1 هستن. در مورد نحوه قرعه‌کشی ایشون توضیح خواهند داد. اجازه می‌خوام که من دعوت کنم از همکارانمون برای بحث قرعه‌کشی و من توضیحات خیلی سریع خدمت شما عزیزان خواهم داد. خب سیاست کلی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال در زمان برگزاری مسابقات و قرعه‌کشی مسابقات تقریبا مشخص هستش. آنچه که برای ما توی بحث قرعه‌کشی اهمیت داره و در اولویت هستش این خواهد بودش که دو مقوله رو ما باید مد نظرمون داشته باشیم. ابتدا اینکه تیم‌هایی که در یک استان هستن با اولویت ابتدا شهرشون و بعد استان‌هاشون شرایط قرعه‌کشی به نحوی باشه که تیم‌ها در 2-3 هفته پایانی این تیم‌ها با هم دیگه بازی نداشته باشن و تا حد امکان تعداد تیم‌ها به 2 نیمه مساوی تقریبا تقسیم بشه که همزمان به طور مثال اگر از استانی 4 نماینده در لیگ وجود داره در هر هفته مسابقاتی 2 تیم میزبان باشن و 2 تیم دیگه مهمان، یعنی قالب هفته‌های مسابقاتی بر این اساس خواهد بود. بر همین حساب خب مستحضر هستید مسابقات لیگ 1 با 18 تیم انشالله برگزار خواهد شد. 18 تیمی که امسال در خدمتشون خواهیم بود. شرایط به نحوی هستش که ما در استان کرمان 2 تیم مثل کرمان و مثل شهر بابک رو داریم. آرمانگهر سیرجان دیگر تیم کرمانی هستش که در حال باشگاه شهرراز شیراز هستش. از استان خوزستان هم به همین نحو 3 تیم داریم.
نفت مسجد سلیمان خلیج فارس ماشر استقلال ملاثانی که به آبی پوشان جنوب ملاثانی تغییر نام داده و همچنین مناطق نفتخیز جنوب که به نفت و گاز گشتاران در حال انتقال هست. حالا 4 تیم هستش که این شرایط رو دارن که در حال انتقال هستن. ما به نحوی مسابقات و این قرعه کشی رو در واقع دیدیم که این انتقال چه انجام بشود چه برای به دلایل در نهایت منجر به نتیجه خاصی نشد، اختلالی در امر برگزاری مسابقات از اون حیثی که خدمتتون عرض کردم که در هفته‌های پایانی با هم دیگه بازی نداشته باشن و یا زمین مشترکی که دارن به طور مساوات باشه ایجاد نشود. بر همین منوال ما 4 تیم عرض کردم آرمانگرد سیرجان هستش، مناطق نفتخیز، استقلال ملاثانی و همپارس اصفهان. خب در سید دوم به نوعی در طبقه دوم استان‌های گیلان و تهران خواهیم داشت که از هر کدوم از این استان 2 نماینده، شهرداری آستارا داماشتیان گیلان از استان گیلان، از تهران سایپای تهران است و همپارس اصفهان که اون هم در حال انتقال به باشگاه میاناری و اسلامشهر هستش. عرض کردم شرایط رو به نحوی دیدیم که چه این انتقال انجام بشود و چه نشود در بحث سالمسازی برگزاری مسابقات و اون بحث در واقع ساپورت که برای کمیته داوران هست، تو چینش داوران، نمایندگان و اعضای اجرایی هیئت‌ها در واقع اختلالی ایجاد نشود. آقای شفیعی موافق هستین همراه با شما و دوستان که میان اونجا پشت میز قرار میگیرن دیگه توضیحات تکمیلی رو همونجا میدیم، هر تیمی که اومد در موردش مفصل صحبت می‌کنه. موافق هستین؟ خب دوستان زحمت بکشن توی مرحله اول میکروفون چیز ندارن. دوستان یه میکروفون هم به ما بدن که آقای شفیعی بتونه حرکت کنه و تصاویرم ببینه. خب دوستان زحمت بکشن اون جدول ابتدا رو بیارن. تو بحث کرمان عرض کردم 4 تیم مثل کرمان، مثل شهربابک، آرمانگرد سیرجان، شهرراز شیراز و فرج سپاسی و 4 تیم دیگه نفت مسجد سلیمان، خلیج فارس ماشر، استقلال ملاثانی، آبی پوشان جنوب ملاثانی، مناطق نفتخیز و نفت و خاز گشتاران. برای انجام این کار 4 گروه اعداد داریم، اعداد 3 4 5 6 و 12 13 15 16 که این 4 گروه توی قرعه کشی در واقع اون شرایطی رو که خدمتتون عرض کردیم تضمین میکنه. در نتیجه در گلدان اول در مرحله اول قرعه کشی مشخص میکنیم که ابتدا کدوم از این 4 گروه به کدوم از نمایندگان استان کرمان فارس و یا خوزستان کوکلویه تعلق داده خواهد شد. دوستان زحمت بکشید. 4 قرعه 3 4 5 6 و این الان برای کدوم استانه؟ آقای شفیعی من مشخص خواهد کرد که از استان‌های کرمان، فارس و یا خوزستان کدوم تعلق خواهد گرفت. خب آقای شفیعی شما اونجا میتونید به این هدمیک هم بزنید. من یه خواهشی از دوستان دارم، اول نام شهر رو درارین و بعد عدد رو روبروی دوربین بگیرین که دوستان ما در رسانه بتونن بگیرن. نگه دارین لطفاً روبروی دوربین 2 آقای فرانی. حالا دوربین 3 لطفاً. بفهم شما هدمیکتون رو بزنین. میکروفون دست. تیم‌های استان کرمان و فارس. استان کرمان 2 نماینده داره در لیگ آزادگان. زوج قرعه شماره 3 4 5 و 6 تیم‌های استان کرمان و فارس هستند. با 23مین دوره مسابقات لیگ آزادگان بینندگان عزیز از شبکه ورزش در خدمت شما هستیم. ممنونم دوستان لطفاً مکس کنن که هم عدد مشخص بشه و هم نام تیم‌های استان خوزستان 12 13 15 و 16. استفسار دارید که استان خوزستان 4 نماینده داره فعلا جناب تاج. فعلا 4 نماینده داره تا تکلیف نفت و گاز گچساران هم مشخص بشه. دوم قرعه کشی در واقع ما آنچه را که لحاظ خواهیم کردش برای استان کرمان، تیم‌های کرمانی خب مثل کرمان، مثل شهر بابک با هم یک جفت قرعه خواهند داشت. شهرراز شیراز هم آرمانگرد و فرج سپاسی هم به همین نحو. توضیح میدم خدمتتون تا دوستان دارن در واقع انجام میدن. اعداد 3 4 5 و 6 اعداد جفت قرعه‌های 3 و 4 و 5 و 6 کاملا متناظر یکدیگر هستند. در نتیجه ما مشخص خواهیم کرد که با قید قرعه 2 تیم کرمانی و 2 تیم به نوعی میشه گفت شیرازی از جفت قرعه 3 4 و 5 و 6 کدام به یک از این جفت تیم‌ها در واقع تعلق. 2 نماینده استان فارس شهرراز هستند و فرج شهید سپاسی شیراز و 2 نماینده استان کرمان مثل کرمان هستند و مثل شهر بابک، مثل کرمانی که از لیگ برتر به لیگ آزادگان سقوط پیدا کرد.
من یه نکته هم بگم آقا مهرداد تا حالا دوستان خب لطفا نشون بدید. مثل کرمان، مثل شهر بابک، جفت قره 3 و 4. دوستان نگه دارین تا دوستان ما هم عدد رو بگیرن و هم نام تیم رو. ممنونم. عدد 3 و 4 مثل کرمان و مثل شهر بابک. و قاعدتاً جفت قره مربوط به تیم‌های استان فارس، آرمانگهر سیرجان، شهرراز شیراز و فجر سپاسی. جفت قره 5 و 6 برای تیم‌های آرمانگهر سیرجان و فجر سپاسی شیراز. آرمانگهر سیرجان یا همون شهرراز که انشالله تکلیفش مشخص خواهد شد با فجر سپاسی شیراز در زوج قرعه شماره 5 و 6 قرار گرفتن. خب در گلدان اول تیم‌های مثل کرمان و مثل شهر بابک که جفت قرعه‌شون از بین اعداد 3 و 4 خواهد بود، مشخص میشه که هر کدوم از این تیم‌ها کدوم یک از اعداد 3 و یا 4 رو در واقع بهش تعلق میگیره. جداولی هم که خدمتتون هستش اگه ملاحظه بفرمایید، اعداد 3 و 4 کاملا تقریبا کاملا متناظر یکدیگر هستند و در هفته 13 دور رفت با هم دیگه بازی خواهند کرد. در نتیجه در 2 هفته پایانی با هم دیگه دیدار نخواهند کرد. قرعه تیم‌های کرمانی رو بفرمایید. خب آقای مرسی اول شما درارین لطفاً، شهر مشخص شما لطفاً. آقای محمودزاده خب اول نشون بدید. مثل کرمان قرعه شماره 4. دوربین شماره 2. مثل کرمان قرعه شماره 4 یکی از نمایندگان استان کرمان در لیگ آزادگان. و گوی بعدی رو زحمت بکشن، قاعدتا مثل شهر بابک باشه و مکس بریم با هم که دوربینای ما بتونن تصاویر. دوربین شماره 3 مثل شهر بابک قرعه شماره 3. مثل شهر بابک قرعه شماره 3. 2 تیم باقی مانده آرمانگهر سیرجان یا شهرراز شیراز و فجر سپاسی از جفت قرعه 5 و 6. در جدولی هم که خدمتتون هست باز توضیح میدم خدمتتون، تکرار میکنم. اعداد 5 و 6 اگه ملاحظه فرمایید از اونجایی که رنگ سبز رنگ نشانه میزبان و رنگ زرد نشانه میهمان هست، از هفته اول تا هفته 17 ملاحظه بفرمایید متناظر یکدیگر هستند و در هفته 13 با یکدیگر بازی خواهند کرد. پس الان آقای فرانی تکلیف مثل شهر بابک و مثل کرمان فعلا مشخص شد. جایگاه 3 و 4 قرعه رو به خودش اختصاص دادن. فجر سپاسی شیراز قرعه شماره 6. فجر شهید سپاسی شیراز قرعه شماره 6. لطفاً گوی بعدی. آرمانگهر یا شهرراز شیراز قرعه شماره 5. پس الان قرعه 3، 4، 5 و 6 تکمیل شد. بله. در طبقه بندی بعدی که انجام شده تیم‌های نفت و مست سلیمان، خلیج فارس ماشر، استقلال یا آبی پوشان جنوب ملاثانی و مناطق نفتخیز یا همون نفت و گاز گچساران در این گروه قرار گرفتن و طبق قرعه‌ای که مشخص شد اعداد 12، 13، 15 و 16 هستش. جفت قرعه‌ای که کاملا متناظر هستن 12 و 13 و جفت قرعه 15 و 16 هستش که به جفت گروه تیمی نفت مسجد سلیمان و خلیج فارس ماشر و یا استقلال یا آبی پوشان جنوب ملاثانی و مناطق نفتخیز نفت و گاز گچساران تعلق خواهد گرفت. زحمتشو میکشم. آقای فرانی اول لطفاً شما در بیارین، بعد آقای محمودزاده. متشکرم. نشون دوربین بدین. استقلال ملاثانی و مناطق نفتخیز جفت قرعه 15 و 16 بهش تعلق گرفت. قرعه شماره 3 مثل شهر بابک، قرعه 4 مثل کرمان، قرعه 5 شهرراز شیراز یا آرمانگهر سیرجان، قرعه 6 فجر شهید سپاسی شیراز. و جفت قرعه بعدی را مشخص بفرمایید. جفت قرعه‌ای که متعلق خواهد بود به نفت مسجد سلیمان و خلیج فارس ماشر که جفت قرعه 12 و 13 هست.
نفت مکه سلیمان هم یکی از تیمایی بود که از لیگ برتر امسال سقوط کرد به لیگ آزادگان. خب میریم برای مرحله‌ای که عدد اختصاصی هر یک از این 4 تیم رو مشخص خواهیم کرد. نفت مسجد سلیمان، خلیج فارس ماهشهر، بین اعداد 12 و 13. آقای شفیعی یه توضیح بدین در مورد این 12 و 13 چون دو تا تیم مال استان خوزستان هستن، توضیح تکمیلی از شما. 12 و 13 عرض کردم اگه در جدول ملاحظه بفرمایید در هفته پنجم با همدیگه بازی خواهند داشت و بحث متناظریشون هم از هفته اول تا هفته آخر دقیقاً مخالف همدیگه هستش. یعنی یکی از این دو تیم داخل و تیم دیگه در خارج از استان خوزستان بازی خواهد داشت. نفت مسجد سلیمان قرعه شماره 13. دوستان لطفاً دوستان آیتی ما این جدول هم تکمیل کنن که در وال هست و ما بتونیم طبق این وال جلو بریم با. و قرعه بعدی مربوط به باشگاه خلیج فارس ماهشهر که عدد 12 از قرعه برای این تیم بیرون اومد. عرض کردم این دو تیم در هفته پنجم به مصاف همدیگر خواهند رفت. دو تیم دیگر حاضر در این گروه استقلال یا آبی پوشان جنوب از ملاثانی و مناطق نفتخیز جنوب و نفت و گاز گچساران. مناطق نفتخیز جنوب تو پرانتز نفت و گاز گچساران. بله عرض کردم که انشالله تکلیف مشخص بشه. حالا دوستان میگن که 100% تموم شده. موضوع هستند. نام تیم هایی که در سال گذشته در مسابقات بوده ذکر شده داخل پرانتز. اون پروسه نقل و انتقالاتی که انشالله قطعی خواهد شد. من یادمه آقای چفی سال گذشته ایکس میذاشتیم تو پرانتز. یادتون میاد؟ بله. آره. بفرمایید. سال با تو پرانتز گذاشتیم. تو داخل پرانتز که مشخص باشه. مناطق نفتخیز یا نفت و گاز گچساران قرعه شماره 15. قرعه شماره 15. دوستان ای قولمون یادش کنیم. و قرعه استقلال ملاثانی یا آبی پوشان جنوب ملاثانی قرعه شماره 16. استان خوزستان فعلا حالا ما بگیم 3 تا یا 4 نماینده در لیگ آزادگان امسال داره. حالا تا تکلیف مشخص بشه ما بگیم فعلا 4 تا، ولی خب در هر صورت شرایط به نفعی بوده که این دو تیم در هفته ششم با هم بازی خواهند کرد و اگر این نقل و انتقال به سرانجام هم نرسه این 4 تیم در 2 هفته و 3 هفته پایانی با هم دیگر مسابقه نخواهند داشت. اگر که این نقل و انتقال اون فرپلی رعایت شده دیگه. دقیقاً اون موردی بود که خدمتتون عرض کردم که برای فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ یکی از شرایط اصلی در زمان قرعه کشی مسابقات است. خب 2 استان داریم که از هر استان 2 نماینده در واقع در مسابقات لیگ 1 امسال وجود داره. استان‌های گیلان و تهران. گیلان شهرداری آستارا و داماشیان گیلان هستش که از لیگ 2 به لیگ 1 صعود کرده. در استان تهران سایپای تهران که در سال گذشته حضور داشت و پارس اصفهان که اون هم در پروسه نقل و انتقالات به تهران هست جزء گروه تهران در واقع دیدیمش که اگر باز انتقال پیدا کرد اون شرایط و حساسیت‌ها به وجود نیاد. که همون آریو اسلام شهر میاد تو پرانتز اسلام شهر. بله. خب برای این کار جفت قرعه‌های 1 و 17 10 و 18 این شرایط رو دارن. پس مشخص میکنیم که این نمایندگان کدوم جفت قرعه در ابتدا بهشون تعلق میگیره. نمایندگان استان گیلان، آستارا و داماشیان جفت قرعه 10 و 18. این داستان داماشیان هم آقا مهرداد برمیگرده به اون داستان‌های گذشته. داماش گیلان. بله داماش گیلان بود. براش داماشیان، داماش گیلان، داماشیان دیگه این سری اسما چی میخواد باشه خدا میدونه. یکی از تیمای خوب و با ریشه و با اصالت هست در گیلان. و تیم‌های استان تهران که شامل ونپارس هم خواهد بود 1 و 17. البته که از نظر حقوقی در واقع این تیم یک تیم مجزایی است داماشیان گیلان. بله. از نظر ساختار حقوقیش. خب
در مرحله دوم مثل قبلی ها میریم حالا شماره قرعه هر یک از این تیم ها رو مشخص کنیم. تیم های استان گیلان، شهرداری آستارا و داماشیان گیلان از اعداد 10 و 18. 10 و 18 دربی گیلان ما انشالله در هفته ششم خواهیم داشت و هفته‌های اول به هم نمیخورن. خیر، هفته ششم و همزمان هم در استان بازی نخواهند داشت. یک تیم داخل و یک تیم، چون اون شرایط باید فراهم باشه دیگه، شورای تامین و نیروی انتظامی. دقیقاً حتی در چینش داوران، نمایندگان و بحث امنیتی موضوع هم که هست میتونه در واقع پوشش بهتری داده بشه زمانی که نیروها تمرکز پیدا بکنه روی یک بازی، که یک تیم در خانه باشه و یک تیم خارج از خانه. بله بله، بریم جلو. آقای فرانی اول شما محبت کنین، روبروی دوربین بگیرین لطفاً. قرعه تیم شهرداری آستارا، قرعه شماره 10. شهرداری آستارا قرعه شماره 10. و قرعه بعدی که قاعدتا متعلق به باشگاه داماشیان گیلان خواهد بود که دیگه عددش هم مشخص هست چون دوتا گویی بودن. قرعه شماره 18. داماشیان گیلان قرعه شماره 18. دوستان همکاران ما از خبرگزاری مختلف، تهران، ومپارس یا میهن آریو اسلام شهر که جفت قرعه 1 و 17 براشون مشخص شد. آقای فرهانی بفرمایید. خب همونجوری که شاید متوجه شده باشید، تیم داماش گیلان هفته اول باید با مس کرمان بازی کنه. قرعه شماره 17. این قرعه شماره 17. بازیمون هم که با مس کرمان توی کرمان باید انجام بشه. به نظر تیم انجام میشه. فکر کنم بشه. ما توضیح داریم امروز، زیاد توضیح داریم در مورد این ماده 20 سال. بریم جلو با هم. ومپارس اصفهان یا باشگاه میهن آریو اسلام شهر قرعه شماره 1. باشگاه ونپارس یا آریو اسلام شهر با جواد زرینچه عزیز. حالا ببینیم که انشالله همه تیم‌ها رو ما اینجوری لحاظ قرار دادیم، درسته آقا مهداد؟ که تکلیف مشخص بشه 100%. خب دیگه همون نام تیم خواهد بود. خب در مرحله آخر 6 استانی که از هر کدوم از این استان تنها یک نماینده در رقابت‌های لیگ 1 وجود دارند، از قرعه‌های آزاد قرعه‌های شماره 2 7 8 9 11 و 14 در واقع با قید قرعه مشخص خواهد شد که این تیم‌ها شماره قرعه‌شون مشخص بشه و ترتیب مسابقات خودشون در رقابت‌های لیگ 1 امسال رو بدانند. ما از 12 استان در لیگ 1 امسال ها مهداد نماینده داریم. 12 استان ایران. خب باشگاه مثل سونگون که رقابت‌های لیگ 2 صعود کرده قرعه شماره 11 بهش تعلق گرفت. دومین تیم خوش طلایی هست. خوش طلایی که قرعه شماره 2. این خوش طلایی هم حالا آقای پرویزی خودشون اینجا حضور دارن دیگه. حالا ببینیم نقل و انتقالات به چه صورت خواهد بود و خوش طلایی سابه بگیم یا خوش طلایی اردبیل. بله که در شرف انتقالش به اردبیل هستش. حالا در روزهای آینده قطعا ان شاءالله تعیین تکلیف هم بشه سرمربیش دیگه آقای پرویزی. خیبر خرم‌آباد قرعه شماره 14. آقای کمالوند هم اینجا هستن، دوستان همه هستن، مدیر عامل محترم باشگاه جناب غلامی، آقای یاسر عزیز، آقای فلاح، همه خدا قوت میگم بهشون. ان شاء الله امیدواریم امسال سال شاهد یک بازی خوب باشیم، یعنی مثل سال گذشته نباشه بازی‌ها کم گل باشه. باشگاه چادرملو اردکان قرعه شماره 7. با سعید اخباری عزیز که در نیم فصل دوم نتایج خوبی گرفت. لطفاً. دریا کاسپیان بابل قرعه شماره 8.
و آخرین نماینده استان‌ها میاد سراغ پارس جنوبی جمع. پارس نماینده استان بوشهر. قرعه شماره 9. تا من بخوام یک بار قرعه رو اسامی تیم‌ها رو بر اساس قرعه‌شون خدمتتون اعلام کنم، یه نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم. با توجه به اعدادی که دوستانمون در سازمان لیگ زحمت کشیدن و جا داره که ازشون تشکر بکنم و در واقع دیده بودن، تقریبا میشه گفتش که اعدادی که امسال به تیم‌ها تعلق گرفته دقیقاً همانند سالهای گذشته نخواهد بود. یعنی قرعه‌های جدید، اعداد جدید در نظر گرفته شد که یک موقع بر اساس قرعه کشی با توجه به که نیاز و درخواست خیلی از تیم‌ها بود، این نقدی که داشتن به ما که شرایط به سمتی باشه که اعداد تکراری نباشه. اون اعداد متناظر منظورتون دیگه؟ اعدادی که تعلق میگیره کاملا اعداد جدیدی بود نسبت به فصول گذشته. بریم سراغ برنامه هفته اول. با توجه به تکمیل شدنش آقا مهرداد مشخص شد هفته اول مثل شهر بابک و انپارس اصفهان یا آریو اسلام شهر، مناطق نفتخیز جنوب یا نفت و گاز گچساران، داماش گیلانیان مثل کرمان، نفت مچه سلیمان، فرج شهید سپاسی شیراز، سایپای تهران، دریا کاسپیان بابل، چادرملو اردکان یزد با شهرداری آستارا، مثل سنگون ورزقان با خلیج فارس بندر مشهد، پارس جنوبی جنب با خیبر خرم‌آباد و آرمان گوهر سیرجان یا همون شهر راز با استقلال آبی‌پوشان ملاسانی. آره استقلال ملاسانی. شماره قرعه اگه اجازه بدید، قرعه شماره 1 و انپارس اصفهان یا میهن‌آریو اسلام شهر، خوشه تله عدد 2 مثل شهر بابک 3، مثل کرمان 4، آرمانگر یا شهر راز شیراز قرعه 5، فرش سپاسی شیراز 6، چادرملو اردکان 7، دریا کاسپیان بابل 8، پارس جنوبی جنب 9، شهرداری آستارا 10، مثل سنگون ورزقان 11، خلیج فارس ماشر 12، نفت مچه سلیمان 13، خیبر خرم‌آباد 14، مناطق نفتخیز نفت و گاز گچساران 15، استقلال آبی‌پوشان جنوب ملاسانی 16، سایپای تهران 17 و آخرین تیم داماشیان گیلان که قرعه شماره 18 براش مشخص شد. داریم می‌بینیم برنامه هفته دومم آقای شفیعی با هم بنپارس اصفهان یا میهن‌آریو، آرمان گوهر سیرجان یا شهر راز. حالا تعیین تکلیف بشه ان شاءالله قطعاً نام خود همون تیم خواهد بود. یه نکته هست شاید خیلی، حالا من بیام اونجا پیش شما آقا مهرداد. بر اساس ماده 23 آیین‌نامه برگزاری مسابقات در بند 7ش چنانچه یک تیم در 2 بازی متوالی یا متناوب حضور نداشته باشه 2 رده سقوط میکنه. ما فصل گذشته متاسفانه شاهد این بودیم که 5 تا بازیمون از سوی کمیته انضباطی تعیین و تکلیف شد و این خیلی بد بود. آیا برنامه‌ای دارین؟ استقلال ملاسانی طبق صحبتایی که بود با -3 باید آغاز کنه. با توجه به بازی فکر کنم هفته 32 بود مقابل مثل شهر بابک حضور پیدا نکردن، حالا بنا به دلایلی، حالا مشکلاتی که خود استقلال ملاسانی یا همین آبی‌پوشان داشتن. اما امسال آقا مهرداد اومدیم که جلوی این اتفاقات رو بگیریم. در فصل گذشته هم اگه یادتون بیاد استقلال خوزستان، آرمان گوهر سیرجان و شهرداری آستارا بود که به میدان رفتن. در خب لازمه که اصلاحیه داشته باشیم. ما در هفته اول میزبان مثل کرمان هستیم. بهترین شرایط ممکنه مثل کرمان اگه هفته اول واسه میهمان باشیم برامون زیاد جالب. آره برنامه کامل نیم فصل هم به زودی توی صفحه اینستاگرام وارش اسپورت و سایت وارش اسپورت و هر جای دیگه وارش اسپورت منتشر خواهد شد. تو همین یوتیوب هم میذاریم حتما و خلاص برنامه کامل رو میتونید توی سایت و اینستاگرام ما برید. یه پیش‌بینی از نتیجه او برای ذات چند معمولا بازی هفته اول مساوی میشه. با کمیته محترم انضباطی و استینا بشه که خیلی عالیه. هماهنگی برگزار شد با توجه به قوانین موجودی که بود که خلاصه یک سری محدودیت‌ها ایجاد می‌کرد، اما خوشبختانه این قول همکاری رو دادن و نشانش همونی بود که شما فرمودید. استقلال ملاسانی برای اولین بار 3 امتیاز ازش کم شد برای فصل جاری و این شرایط کمیته استیناف هم در واقع به نوعی میشه گفت تایید شد و فصل جدید با -3 امتیاز شروع شد. این اولین اقدامی هستش که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ انجام داده. قولی که دادن این هستش که باز این موضوع مورد بررسی بیشتر بشه. ان شاءالله تا قبل از مسابقات تغییرات جدیدی اگه باشه حتما به اطلاع جام حذفی هم خیلی سریع. جام حذفی هم که خب قوانین و تنبیهاتش مشخص هست. همونجوری که شما فرمودید علاوه بر جرایم انضباطی که لحاظ شد برای باشگاه‌ها، محروم شدن از حضور در مسابقات فصل آتی که میشه مسابقات امسال. نکته‌ای هست که باید بگید ببینندگان عزیز شما؟ ممنون، بسیار تشکر می‌کنم هم از شما هم از تمامی باشگاه‌ها، اصحاب محترم رسانه که امروز در خدمتشون بودیم. ان شاءالله در کنار هم و با کمک هم دیگه به ثواب
بسیار خوبی رو پیش رو داشته بازی باشیم. از کی شروع میشه؟ 11 شهریور ماه تاریخی بود که قبلا اعلام شده و انشالله مسابقات رو در اون تاریخ آغاز خواهیم انشالله. پس ما از 11 شهریور ماه همراه شما هستیم با مسابقات لیگ آزادگان که میشه گفت لیگ 23 آغاز خواهد شد. بسیار سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز که تا پایان با ما بودین با این قرعه کشی که متعلق به لیگ آزادگان فوتبال کشورمون بود. فرصت در اختیار همکارم در بخش شبکه ورزش قرار میدم. از همین جا با همه شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. یا علی، خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب دیدی دیگه اون اصل لانه کبوتری کار کرد. لانه کبوتر باید اصل بیام یاد من قبلا کبوتر داشتم همینجوری اصلی رو یاد نمیگیرم. آره اینقدر دیگه این تیم‌های مس و نفت و اینا زیادن که دیگه گفتم دیگه هفته اول خوردیم به مس کرمان در رشت. البته خیلی خوبه به نظر من اگه بازی میافتاد کرمان برای هفته اول، چون تیم هنوز شاید خیلی به لحاظ بدنی آماده نباشه خود میترسیدم، ولی الان یکم خیالم راحت‌تره. حالا تیم مخصوصا بازی اول فصل هوادارا همونطور که گفتم با توان جمعیت بیشتری، خب مثلا تیم خوبیه، تیم شناخته شده ایه، طبیعتاً با همچین بازی تماشاگر بیشتر میاد، این به نفع ما میشه. به نظر من بهترین قرعه ممکن همین بود، مخصوصا برای اولی. حالا یه نکته هم بگم شاید برای بعضی از هوادارا جای سوال باشه که بازیامون بالاخره قراره که کجا برگزار بشه. والا الان که میگن عزودی آماده نیست، اونورم آقای زحمتکش میگه بازی باید بره عزودی، قبلا حتی آقای عسکری هم بود میگفت ما بریم عزودی و اینا. فکر نکنم البته تو لیگ یک دیگه چند رسمی بشه. چرا میشه ظاهرا آره فرصتی که به اینا دادن تا برج 3 سال 1403 به خاطر همین زیاد فشاری روشون نیست، ولی خب دیگه به هر حال ما بعدمون نمیاد بازی‌ها توی عزودی برگزار بشه، هرچند برای هوادارا خب ظرفیت زیادی نداره. اگه همچین فرصتی دادن پس من فکر می‌کنم تا آخر فصل سردار جنگل بود با توجه به چیزی که آره. تجربه داریم مشخصه. منم اینطور فکر می‌کنم، خیلی دور از ذهن واقعا، ولی واقعا عزودی چیزی نیست اصلا جوش. خب آره ولی الان واقعا ظرفیتش خیلی کمه. یعنی مثلا بازی مهمی داشته باشیم، مخصوصا مثلا بازیایی که هوادارهای تیم‌های حریف ممکنه بیان، خب واقعا سخته. و اینکه دیگه امتیاز چمن مصنوعی هم نداریم خب فعلا که داریم البته. بعد اگه اومدیم چجوری بشه. البته بگم ما خود تیمم واقعا راضی نیست، یعنی من میدونم مثلا تمریناشون اکثرا توی چمن طبیعی برگزار می‌کنن. یعنی واقعا اون فشاری که تمرین روز اولی که کادر فنی جدید داشت تمرین برگزار می‌کرد، من به چشم دیدم که یکی از بازیکن‌ها مصدوم شدن. خب آره دیگه خون چمن مصنوعیش هم درست حسابی نیست. اون سال که سپیدرود اومد و لیگ برتر نمیدونم 6 سال پیش بود، اون موقع رفتن درستش کردن، اما موقع هم خوب نبود. الان دقیقاً همینطوره. در مورد قرعه کشی که دیدید این نکته رو عرض کنم که این برنامه آرشیو میشه، شما دوباره میتونید از اول اگر مایل بودید این برنامه رو مشاهده کنید. هرچند حالا برنامه همچین جذابی هم نبود، قرعه کشی بود که جذابیت خاصی هم نداشت. به هر حال آرشیو میشه مثل هر برنامه لایو دیگه ای. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که 4 تا از تیم‌ها اسم و محل بازیشون ممکن تغییر کنه که البته ما برنامه رو طبق اون چیزی که قراره تغییر کنه توی سایت و اینستاگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعیمون قرار میدیم. مثلا آرمانگر میشه شهر راز شیراز دیگه. یه تیم دیگه بود ونپارس شد آریو اسلام شد، میهن آریو بام بود شد آبیگوشان جنوب مورستانی مورستانی. مناطق نفتخیز و نفت گاز گشتان هنوز مشخص، یه دونش هم که اصلا امتیازشو کلا میخواد بفروشه، اون ماشر هم که داره. آره میده. برنامه به زودی تکمیل میشه. برنامه بازی دام‌ها 16 تا بازی داریم در نیم فصل اول. هفته دوم با فجر، اینو هم دیدم، هفته دوم با فجر تو شیراز، اونم بازی سختی طبیعتا. آره. حتما این درج میشه توی شبکه‌های اجتماعی وارش اسپورت و میتونید بیاید کاملش رو اونجا ببینید. البته هنوز تاریخ بازی‌ها کاملا خب مشخص نشده، یعنی مثل روال هر ساله معمولا چند هفته رو مشخص میکنن و بعد از اون تاریخ و روز و ساعت دقیق مشخص میشه. هنوز مشخص نیست تاریخ بازی‌ها، ولی ترتیبشون کاملا مشخصه. همین
نکته دیگر نیز کامنت های جان اومدن. ترتیب بازی اومدن. این الان چند تای اولش حداقل اینجا داریم. هفته اول میزبان مس کرمانیم. هفته دوم همونجوری که خودت گفتی میهمان فجر سپاسی هستیم. هفته سوم میزبان آبی پوشان ملاسانی هم استقلالشون هستیم. آبی پوشان جنوب هم میگن. آره. هفته چهارم مهمان خیبر خرم‌آباد تیم پرحاشیه. هفته پنجم میزبان دریای کاسپیان بابل هستیم. هفته ششم باید بریم آستارا. هفته ششم نگین الگیلان غلط. بازی بین دو تیم گیلانی. جواد جان اگر دارین لایو رو می‌بینین هفته ششم می‌بینیم تو آستارا. هفته ششم میهمان شهرداری آستارا هستیم. باید بریم. میگم آره. هفته هفتم میزبان خلیج فارس ماشا یا هر تیمی که قراره جایگزینش بشه هستیم. حالا شاید هم نشه. امیدوارم جاش یه خورده تغییر کنه بیاد اینور رو. آره یه چیز نزدیک‌تر باشه. کی میخواد تا اون ور بره؟ آره اونم دل دارن دیگه. هفته هشتم با یه مثل شهر بابک بازی داریم. میهمانشون هستیم. حالا باشون بازی نکردیم. نمیدونم. اون مثلا نوین بازی. هفته نهم میزبان پارس جنوبی جمع. پارس جنوبی هم تیم خوبی. هفته دهم میهمان چادر ملو یا ملو اردکان هستیم. هفته 11 هم با آریو اسلامشهر یا اردبیل. نه آریو آره دیگه آریو آره. اون خوشه بود. و دو هفته آخر هفته 12 هم با شهر راز شیراز نیست میهمانیم. هفته سوم با تیم سقوط کرده نفت مصر سلیمان بازی داریم که با این تیم هم قبلا بازی زیاد داشتیم. در کل حالا تا بقیه برنامه‌ها رو دوستان درک کنن چیزی که من دارم نگاه میکنم فکر میکنم که این قرعه کشی چیزی باشه که همه ازش راضی باشن. راضییم آره. بعد همین که اولین هفته هم میزبانی آره یه دونه فجر سپاسی رو داریم هفته دوم. بعد آبی پوشان ملاسانی، خیبر خرم‌آباد، کاسپیان بابل، آستارا همشون نزدیکن دیگه. همه تیم‌ها خوب. بله قطعاً همه تیم‌ها خوبن. نه ولی داماش هم ببین خوب بودنشون رو کاری ندارم. شرایط جوی رو بیشتر دارم میگم که از این نظر قرعه خوبیه به هر حال. به لحاظ قرعه‌ای که من واقعا به نظرم خیلی خوبه. حالا کاش هفته دوم با فجر نبودیم ولی باز کاش با فجر نبودیم. الان تا مثلا 1 2 3 4 5 6 هفته اول باگ ماجرا همون تقریبا هفته دومه. به نظر من چیزی که میتونه باعث موفقیت دانش بشه این فرض نتایجش توی بازی‌های داخل خونه است. حالا هر چقدرم تو خارج از خونه سعی کنه نوازه باز به نفعش میشه. مثلا حداقل مساوی رو دیگه سری بازی‌هایی که حالا با تیم‌های بحران زدن داره ببره دیگه خیلی بهتره. ولی چیزی که میتونه این فصل به داماش کمک کنه قطعاً مثل همه فصل‌های گذشته بازی داخل خونه. ببین من تیم‌های سیامک رو از یه نظر خیلی دوست دارم. از این نظر که اون بازی حتی اگر نتیجه نگیری یا حتی اگر به بازی جذابی می‌بینیم معمولاً. یعنی این نوید رو میتونه به ما بده که ما بازی قشنگی رو از داماش ببینیم. اون چیزی بود که آره ما تا سال 98 از تیم سیامک دیدیم. حالا اون تیم با اون نفرات حالا یه سطح دیگه بود. این فصل باید ببینیم به کجا میرسه. اون فصل ولی البته حاشیه زیاد داشت. یه بارم تیم حتی به یه بازی رو اعزام نمیشد زیاد به عملکرد تیم خورده گرفت و قابل چیزام قضاوت. خب 4 بازی آخرم آره هفته 14 هم میهمان مثل سنگون برزغان هستیم. شاید اینم بشه رفت. هفته 15 هم با نفت و گاز گچساران قطعا نمیشه رفت. بازی من یعنی که حالا شاید تا اون موقع اسپانسر هوایی پیدا کنیم رفت. هفته 16 هم با خوش طلایی احتمالاً اردبیل بازی میزبانیم و هفته 17 هم با سایپا. یعنی پس در واقع آخرین بازی فصلمون میشه توی رشت با سایپا. یعنی فکر کن بازی هفته آخر با سایپا توی رشت بازی سرنوشت سازی همیشه با سایپا داشتیم ما. در انتظار صعود باشیم. خیلی سخته بخوایم توی فکر کنیم ولی فکر کنید بچه‌ها تصور کنید هفته آخر مثلا توی ورزشگاه ازودی یا سردار جنگل با سایپا، حالا مخصوصا سایپایی که ممکنه خودش تو کورس باشه، سایپایی که ما خیلی هم تمام سالا باش بازی‌های متفاوت حالا اصطلاحاً میگفتیم گربه‌سیاه تا اون نیمه نهایی جام حذفی دیگه. بعد موش سیاه تو بازی آخرش این می‌باخت. و ولی خب ببین جدا از حالا بحث فنی اینا، حالا خیلی اوقات خیلی تیم‌ها بودن اومدن بهترین هزینه‌ها رو کردن. خونه به خونه بابل ما دیدیم، نمیدونم
استیل آزین و اون همه خرج کردن به جای و اون صورت نرسیدن. همه چی خرج کردن نیست. الان مثل کرمان سالیان سال خرج کرد، یه سال اومد بالا دوباره افتاد. همه چی به این چیزا نیست. به نظر مهمترین چیزی که میتونه یه تیمو بکشه بالا، جدا از اون بحث فنی، اون روحیه درونشون هم هست، اون تلاشی که بخوام بکنن هم هست. اصلا هیچ وقت نمیشه گفت بعید یه تیم بیاد بالا. آقای علی مسعودی هم کامنت گذاشتن که رهبر من شما رو بفرمایید. بگو علی من میفرمایید که علی من این علی چیزه. علی مسعودی ما کلا همیشه یه عادتی داره، یه دونه کلمه رو گیر میده تا سالیان سال همون رو تکرار میکنه. مثلا میگه فلان تیم همون 50 تا هوادار رو داره، آخر اشکشون رو میاد. یه بار میاد فلان تیم اسپانسرش یه چیزی همش گیر میده، همون رو تکرار میکنه. علی از رفیقای خوب و از بچهای قدیمی علی داماشی بود تو بارش اسپورت داره. عکس مرتضی ابراهیمی رو پروفایلش بود. سجاد قلیبگی مونده بود. سجاد قلیبگی تو تمرین هست دیگه. هست مونده برای هست. غولی هست غولی دیگه. سجاد قلیبگی هم هست. بچه‌ای که هستن خیلی جالبه، هنوز میپرسن بچه‌ها ما اینو بریم بخونین باز اینا خیلی عجیب غریبه، من نمیدونم بخونین دیگه. این همه صحبت کردیم راجبش، باز شاید دسترسی ندارن، شاید قند شکن ندارن. و چجوری الان تو لایون دسترسی دارن؟ چرا نمیخونین؟ اینا بچه‌ها این پوستر رو که کار کردیم توی وارش اسپورت اینجا اینو بخونین. لایک سابسکرایب یادتون نره. آره یوتیوب ما رو زنگوله رو سابسکرایب کنید که ببینید دیگه هر وقت لایو میذاریم اینا نگیم. نگیم اینقدر کانال اینا یوتیوبرها ایرانی زیاد کار زنگوله یادتون نره. بزنید دیگه اون زنگوله رو واقعا بزنید که ما هر سری نیم اطلاع رسانی نکنیم. لایو گذاشتین نوتیفیکیشن بیاد خودتون ببینید. در مورد چیزام باید توضیح بدم. ما به احتمال خیلی زیاد لایوهای امسالمون کلا از همین یوتیوبه. یعنی مگر اینکه اتفاق عجیب و غریبی بیفته در حالت عادی قراره که اصلا این یوتیوب لایو رو پخش کنیم. خودم فصل پیش بازی که داشتم حالا تصویر برداری می‌کردم، برای من اون بازی که تک بازی که با یوتیوب هستیم خیلی برای من راحت‌تر بود. برای ما هم راحت بود، برای مخاطب هم فکر می‌کنم راحت‌تر بود. برای اینستاگرام اون زمانی که فیلتر نبود میگفتیم حالا براشون تو راحت‌تر. الان چه فرقی می‌کنه؟ الان میچرخونیم تصویر فیلم بگیریم، هی ایموجی خنده میاد، هی ایموجی قلب میاد، هی ایموجی آتش میاد. خدای یوتیوب خیلی کیفیت اونجا میتونید انتخاب کنید، با هر کیفیتی که می‌خواید میتونید ببینید. نمیدونم میتونید ایموجی رو قطع کنید. میتونید به تلویزیون چیز لایو میتونن کامنت بذارن برای هم. حالا فوش می‌خوام تشویق کنن هر چی. به تلویزیون میتونن بس کنن. آره دیگه تلویزیون اصلا میگم از هر لحاظی تصور کنی خب یوتیوب از اینستاگرام قطعا بهتره. من نمیدونم تویش از همه اینا بهتره. حالا اون کار نداریم. حالا خیلی اونقدر تو این جامعه هواداری حتی میشه گفت اونقدر بین آدمای عادی ایران جا نیافتاده از یوتیوب تماشا کردن اینا. ولی خب ما هم باید نقش خودمون رو این وسط ایفا کنیم. بازیکنایی که با مدیریت قبلی قرارداد بستن چی شدن؟ همه رفتن؟ نه دیگه یه سریاشون هستن. یه سری هستن. ولی خیلیاشون رفتن ولی یک سریاشون هستن. و البته ولی کاش میموندن ها. آره البته یه چیزی بگم، حالا ادعایی که وجود داره، حالا آقای زحمتکش ادعا میکنن که این بازیکنایی که الان داریم میگیریم از اون موقع بهتره. من چنین چیزی رو من تایید نمیکنم، به هر حال نقل قولی که شده. من امیدوارم فعلا که خبری نیومده، یعنی هیچ کدوم از این قراردادایی که امضا شده به قول خودشون هیچ کدوم رسمی اعلام نکردن. واقعا اگه حالا این شایعات و اینایی که توی تمرین‌ها عکس و فیلم اینا رو میگه اینا نباشه، هنوز ممکنه خیلی‌ها ندونن کی اصلا جذب شده. این بلا تکلیفیه بعضی وقت هوادار رو کلافه میکنه. دیگه همه بازیکن‌ها دارن موره میگیرن، خبر رسمیشو میارن، عکس و این چیزا میدن. خب این دیگه کار سخت نیست. ما هنوز دفتر نداریم. حالا باز با آقای زحمتکش صحبت که میشد میگه حالا یه دفتر گرفتن دارن بازسازی میکنن، حالا چی بشه معلوم نیست. حاجی پور ما دفتر نداشتیم، دو تا عکس میذاشتن. ما ببین یکی رسمی شده هوادار دلش بالا بیاد. ولی خب امیدوارم تو روزهای آینده دیگه اعلام کنن. یعنی راستین نجات نه راستین رو میگن یا پژمان نجات میگن. پژمان نجات در حال پژمان نجات که هست پژمان نجات هم هست. بخونید دیگه بچا این اینستاگرام بخونید دیگه اینو بخونید. آره یک طور دیگه برنامه بازی‌ها رو من سریع بخونم. فقط هفته اول به ترتیب دیگه میخونم، هفته رو نمیگم. میزبان میخوان معمولا این شکلیه. هفته اول میزبان مثل کرمانیم، بعد فجر سپاسی، آبی گوشان مالستانی،
خیبر خرم‌آباد، دریای کاسپیان بابل، شهرداری آستارا، خلیج فارس ماهشهر، مثل شهر بابک، فارس جنوبی جم، چادرملو یا چادرملو یا هر چیزی که هست، آریو اسلامشهر، شهر راز شیراز، نفت مسجد سلیمان مثل سنگون، نفت و گاز گشتاران، خوش طلایی احتمالاً اردبیل و سایپای تهران یا کرج. تهران دیگه تهران. آره. اینطور. آره. این چیزی هم که خوندم به زودی توی صفحه اینستاگرام و بقیه جاها منتشر خواهد شد. امیدواریم توی این روزای چند تا خبر رسمی از جذب بازیکن بیاد که دیگه هواداران نگران نباشن ببینن کی اومده کی نیومده، تکلیف هم مشخص بشه، خیال همه راحت شه، امیدوار بشیم به فصلی که پیش روی. به نظر من میگفتم با یه دیدگاه مثبت بازیکن‌ها و کادر فنی جلو برن همه چی ممکن. هیچ وقت نمیتونیم یه نکته رو هم بگم که این مدل لایو ها رو ما امسال بیشتر خواهیم داشت. ان سعی می‌کنیم که از بازیکن‌ها، کادر فنی، عوامل، هوادارا یا حتی میشه بعد هر بازی هم میشه اگه حالا وقت بود، اگه شرایطش سعی می‌کنیم که برنامه‌های خیلی متنوع‌تری داشته باشیم اگر شرایط مهیا باشه، اگر اینترنت باشه. همین الان ما 3-4 تا گوشی رو هات اسپات کردیم که داریم این تصویر رو براتون پخش می‌کنیم. امیدوارم که به هر حال شرایط پشت صحنه شروع. آره کاش با هم بودید و این پشت صحنه رو هم می‌دیدید. نه بهتر بود. علی کلا مخالفه هر چیزی. من کلا فوری هم دیگه. آره. صحبت پایانی. خب ان شاءالله فصل خوبی باشه و بهترین عملکرد داشته باشین. اصلا بیایم بالا. من همیشه مثبت نگاه می‌کنم، منفی نیستم. ان شاءالله میایم بالا. و ممنون از همه شما که علیرغم آنتن و همه چیزای دیگه اومدید از اینجا تماشا کردین. ان شاءالله که فصل پخش حالا انصافا خوب بود دیگه. فکر می‌کنم خوب بود. حالا شما بنویسید ان شاءالله که راضی بوده باشین و ان شاءالله که این فصل وقتی تموم شد هممون دلمون خوش باشه. امیدوارم که همینطور باشه. منم از شما خداحافظی